نام یاد خدا. جلسه 4 را آغاز میکنیم. جلسه گذشته ما گفتیم که شبکه رو میتونیم به سه بخش: لبه شبکه اکسس و هسته شبکه یا کور شبکه تقسیم کنیم. گفتیم که لبه شبکه همون ان سیستم ها میشن که در انتهای شبکه قرار میگیرن و بعد گفتیم شبکه اکسس شبکه‌ای که ان سیستم ها رو به کور شبکه وصل می‌کنه. خب شبکه اکسس ما تکنولوژی مختلفی تو شبکه اکسس داریم، همونجوری که توی این شکل مشاهده می‌کنید. مثلا فرض کنید توی یک شبکه خانگی ما میتونیم از طریق یک خط DSL یا ADSL وصل شیم به یه ISP یا از شبکه کابلی استفاده کنیم که این شبکه بیشتر تو کشورهایی هست که تلویزیون کابلی دارن استفاده میکنن و خب تو داخل شبکه ما ممکنه مثلا روتر داشته باشیم یا فایروال و ممکنه شبکه سیمی یا شبکه بی سیم رو داشته باشیم. حالا امروزه معمولا مودم هایی که هستن، مودم های ADSL مودم روتر هستن و هم کار روتینگ رو انجام میدن، هم مودم هستن و هم میتونن از شبکه وای فای صورت وایرلس و هم صورت سیمی ما میتونیم بهشان متصل بشیم. یک دستگاه کار همه اینا رو انجام میده. خب این میشه یه شبکه اکسس که این ان سیستم ها از طریق این شبکه وصل میشن میره به کور شبکه، هسته شبکه که همون ISP که ما بهش وصلیم. از اونجا به بعد دیگه هسته شبکه است. خب اینجا نشون داده شده که معمولا به صورت یک دیوایس این موارد، مثلا هم فایروال یا روتر، هم اون مودم ADSL، هم اون دیوایس وای فایی که ما داریم، مثلا اکسس پوینتی ممکنه باشه، همه اینا از طریق یک دیوایس همه این خدمات ارائه میشه و یک دیوایس همه این کارها رو انجام میده که همین مودم های ADSL که شما امروزه احتمالاً زیاد استفاده میکنید، تو منزل یا جاهای دیگه استفاده میکنید، میبینید همه کارها رو انجام میده. خب این یه شبکه خانگی میشه. ما میتونیم یه شبکه تو سطح انترپرایز هم داشته باشیم، یعنی مثلا یه سازمان هم یه شبکه اکسس دارن. این سازمان که یه سی ان سیستم تو این سازمان وجود داره. ان سیستم میتونه مثلا کاربران بی سیم باشه، کاربران سیمی باشه، یا مثلا سرورها باشه. اینا از طریق یه شبکه‌ای درون سازمان و از طریق یه روتری وصل میشن به دنیای بیرون. مثلا به یک ISP ما متصل میشیم. این ارتباط میتونه از طریق مثلا فیبر نوری باشه یا از طریق همون خط ADSL هم باز میتونه باشه، ولی معمولا سازمان‌ها از فیبر نوری استفاده میکنن. اینجا خب شبکه گسترده‌تره، به این خاطر بهش میگیم انترپرایز که کاربران زیادترن، بیشترن و شبکه اکسس ما نیازمند نگهداری و پشتیبانی بیشتری است. این میشه شبکه اکسس. حالا بریم راجع به هسته شبکه، کور شبکه صحبت کنیم. در اصل ما اون ارتباطات اصلی که میخواد بین شبکه‌های مختلف توی اینترنت صورت بگیره از طریق کور شبکه است. یعنی ما توی اینترنت خب یه مجموعی از شبکه‌ها داریم، مثلا شبکه‌های خانگی داریم، شبکه‌های دانشگاه‌ها، سازمان‌ها، ادارات. اینا میخوان به اینترنت وصل بشن و همه میتونن از خدماتی که همدیگه ارائه میدن برای همدیگه ارائه میدن استفاده کنن. مثلا یک دانشگاهی یه وبسایتی داره، یه اپلیکیشن چیزی داره، بقیه میتونن از هر جایی بهش وصل بشن. خب این ارتباطات باید از طریق یک ساختار خیلی قوی انجام بشه، یه ساختاری که نسبتاً هم گسترده هست، تشکیل میشه از تعداد زیادی روتر. این روترها توسط سازمان‌های مختلف مدیریت میشن که حالا مثلا ISP ها میتونن باشن که راجعشون صحبت میکنیم و اینا ارتباطات بین همه این شبکه‌های مختلفی که وجود داره با هم دیگه برقرار. از این رو هسته شبکه خیلی اهمیت داره. تو این شکل ببینید ما
شبکه‌های مختلفی داریم، مثلا یه شبکه موبایل داریم، یه شبکه خانگی داریم، یه شبکه انترپرایز داریم، یه دیتا سنتر داریم. این شبکه‌های مختلفی هستن که خودشون جداگانه وجود دارن. حالا اینا میخوان به اینترنت وصل بشن، حالا یا به عنوان خدمات رسان یا به عنوان اینکه خدمات رو بگیرن. اینا میخوان به اینترنت وصل بشن. خب برای اینکه به اینترنت وصل بشن از طریق یه سری روترها باید این کار انجام بشه دیگه. یه دونه روتر اینا که نمیشه که تعداد کمی، با تعداد خیلی زیاد باشه، چون شبکه‌ها خیلی زیاد تو کل دنیا شبکه اینترنت پخش شده و شبکه‌های مختلفی تو کل دنیا هستن که میخوان دسترسی داشته باشن به اینترنت. خب مثلا ما فرض میکنیم که این شبکه خانگی که ما داریم وصل میشه به این ISP. این ISP مثلا مخابرات ایران هست. یه شبکه یه سازمان دیگه هست، اون وصل میشه به یه ISP دیگه. اون ISP مثلا فرض کنید ISP مثلا شاتل هست. خب همینجوری تو کل دنیا این ISP ها هم باید به همدیگه متصل باشن، به صورت یک سلسله مراتبی. حالت سلسله مراتبی اینا باید به همدیگه متصل باشن. برای اینکه این اتصال برقرار باشه، خب برای اینکه ارتباط بین این شبکه‌ها برقرار باشه، یک ساختار پیچیده و خیلی سریعی هم باید توی این روترهای میانی اینا وجود داشته باشه که این ارتباطات رو برقرار بکنه. اینا کلاً با همون هسته شبکه، کور شبکه یا اصطلاحاً بکبون هم بهش گفته میشه، تشکیل میدن که تشکیل شده از میلیون ها روتر که مدیریت میشن توسط ISP های مختلف. خب هسته شبکه‌های کامپیوتری و اینترنت یه سری ویژگی ها داره. اولین ویژگی اینه که در هسته شبکه‌های کامپیوتری از پکت سویچینگ استفاده میشه. حالا پکت سویچینگ چیه؟ من یه توضیح مختصری میدم ولی انشاءالله جلوتر باز کامل بحث رو پیش میبریم. ببینید ما برای اینکه توی یک شبکه بتونیم داده ها رو منتقل بکنیم دو تا روش داریم. یه روش بهش میگیم سیرکت سویچینگ، یه روش بهش میگیم پکت سویچینگ. خب حالا اینا چجوری هستن؟ من با یه مثال اگه بخوام خدمتتون بگم، شما تصور کنید که یک رستورانی هست. این رستوران یه سری میزهایی داره برای غذا خوردن. دو حالت میتونه این رستوران خدمات بده. یه حالت اینه که این میزها رو از قبل بتونن مشتری‌ها رزرو بکنن، یا حالت دیگه اینه که نه، رزروی در کار نباشه، مشتری‌ها بیان و اگه یه میز خالی باشه برن پشت اون میز بشینن، اگه هم نباشه که صبر کنن تا یه میزی خالی بشه. خب هر کدوم از این روش‌های مزایا و معایبی داره. توی روش اول که رزرو میشه، خوبیش اینه که بالاخره کسی که این رو رزرو میکنه مطمئنه که لحظه‌ای که وقتی که وارد میشه وارد رستوران، دیگه کاری نداره به این که رستوران چقدر شلوغه، چه مشتریایی اومدن یا نیومدن، جا برای غذا خوردن هست. اینو میتونه مطمئن بشه. ولی خب اولا هزینه بیشتری میده. دوما مشکلی که هست اینه که ممکنه اون شخص مثلا دیر بیاد، زود بره، یا مثلا نفر بعدی که میخواد بیاد، حالا اون شخص میاد بعد رزرو میکنه نیم ساعت رو مثلا، بعد نفر بعدی اون دیر بیاد و بالاخره یه زمانهایی باشه که این میز خالی هست ولی هیچ کسی نمیتونه استفاده بکنه. ممکنه کسای دیگه باشن که بخوان استفاده بکنن ولی استفاده نمیکنن، یعنی استفاده بهینه از منابع صورت نمیگیره. حالا تو حالتی که رزروی هم در کار نیست، باز اونم مزایا و معایب خودشو داره. مزیتش اینه که از این میزها به نحو بهینه‌ای میشه استفاده کرد. یعنی اگه مشتری باشه، و میز خالی هم باشه، مشتری حتما میره اونجا استفاده میکنه. ولی مشکلش اینه که ممکنه مشتریایی باشن، حالا مثلا ممکنه اولویت هم داشته باشن، مشکلی داشته باشن، هرچی، ولی وقتی میان میبینن که میز خالی نیست و اون نمیتونن استفاده بکنن. خب اینجا توی این حالت دوم ما طبیعتاً استفاده بهتر و بهینه‌تری از منابع رو داریم. خب این مثال رو زدم. حالا این رو اگه بخوایم
توی دنیای انتقال داده صحبت بکنیم، حالت اول که رزرواسیون از قبل وجود داره ما بهش میگیم سیرکت سویچینگ. حالت دوم که رزرواسیونی وجود نداره ما بهش میگیم پکت سویچینگ. یعنی اینکه توی حالت سیرکت سویچینگ ما از قبل وقتی میخوایم یه ارتباط رو برقرار بکنیم منابع رو رزرو میکنیم. مثلا مثل چی؟ مثلا ارتباط تلفنی. شما وقتی که از طریق مخابرات ارتباط برقرار میکنید، مثلا با گوشیتان یا تلفن ثابت، شما تماس رو که میخواین بگیرین یا ارتباط برقرار نمیشه، مثلا خطا مشغولن، یا اینکه ارتباط شما برقرار میشه. وقتی ارتباط شما برقرار شد دیگه شما اون خط رو رزرو کردید، چه داده بخواید منتقل بکنید چه داده نخواید منتقل بکنید، دیگه مشکلی برای ارتباط شما پیش نمیاد، کسی دیگه ای نمیتونه از اون خط استفاده کنه. این حالت سیرکت سویچینگ داره. یا یه مثال دیگهش مثل کانال های تلویزیونی، کانال های رادیویی، که این کانال های تلویزیونی و رادیویی خب یه روی باند فرکانسی دارن پخش میشن. مثلا فرض کنید ما روی باند فرکانس مثلا 88 مگاهرتز موج اف ام مثلا ما یه کانال رادیویی در حال پخش است. حالا این کانال رادیویی ممکنه مثلا یه دفعه 10 دقیقه داده هیچی نداشته باشه، هیچ چیزی نخواد پخش بکنه، کسی دیگه ای نمیتونه بیاد و اون 10 دقیقه استفاده بکنه از اون پهنای باند. این حالت سیرکت سویچینگ. حالت بعدی حالت پکت سویچینگ است که توی شبکه‌های کامپیوتری اینترنت ما از پکت سویچینگ استفاده میکنیم. تو این حالت دیگه هیچ رزروی از قبل صورت نمیگیره، بلکه بسته ها ارسال میشن تو شبکه بیشترین تلاشش رو میکنه که همه بسته ها رو سالم به مقصد برسونه، ولی خب تضمینی هم نمیده. ممکنه بافر روترها پر بشه و یه سری از بسته ها دراپ بشن. هدف اینجا اینه که ما بیشترین ارتباطات رو بتونیم داشته باشیم، چون مثلا فرض کنید توی اینترنت ما تعداد کاربرا خیلی زیاده، هر کاربری هم کلی ارتباط داره، بنابراین تعداد ارتباطات خیلی زیاده. ما باید بتونیم از منابع شبکه به صورت بهینه استفاده کنیم که بیشترین ارتباطات رو پشتیبانی بکنیم. اگه بیایم مستقیم از سیرکت سویچینگ استفاده بکنیم خب می‌دونیم که این کار انجام شدنی نیست، چون خیلی وقتا ممکنه ارتباطاتی وجود داشته باشن که بخوان داده منتقل بکنن ولی خط بهشون اختصاص داده نشده، چون رزرو میشه برای بقیه اون ارتباطاتی که اومدن و رزرو کردن. بنابراین ما از پکت سویچینگ استفاده میکنیم. البته خب تلاش هایی شده و میشه که ما در دل این پکت سویچینگ بتونیم از روش های استفاده کنیم که بتونیم اون سیرکت سویچینگ رو هم پیاده سازی بکنیم و بتونیم منابع رو برای کاربران برای ارتباطات رزرو کنیم و یه تضمینی هم بدیم برای داده هایی که اولویت دارن و هدف اینه که خیلی سریع به مقصد برسن. خب اینترنت، ما هسته شبکه اینترنت اگه بخوایم خوب بهش دقت کنیم تشکیل شده از شبکه‌ای از روترها. ببینید اینا همه روترها هستن. حالا این روترها مسائل زیادی وجود داره براشون، یعنی ما توی اینترنت که این همه روتر وجود داره مثلا چجوری میتونیم مسیریابی رو انجام بدیم، که ما این رو به صورت دقیق توی فصلی که راجع به بحث لایه شبکه صحبت میکنیم اون رو ما بیان میکنیم و الگوریتم‌ها و پروتکل‌ها رو صحبت میکنیم، ولی اینجا یه توضیحاتی میدیم که اصلا کلا مسیریابی یعنی چی. ببینید بچه‌ها، ما دو تا عملیات اصلی در هسته شبکه وجود دارن. یکیشو بهش میگیم فورواردینگ و یکیشو بهش میگیم روتینگ. خب این یعنی چی فورواردینگ و روتینگ؟ فرض کنید این شبکه هسته شبکه باشه، اینم روترها باشن که به همدیگه متصل. ببینید مثلا اینو تصور کنید مثل همون شهر میمونه دیگه. تو اون شهری که هستیم مثلا یه نفر میخواد از یه مبدأی برسه به یه مقصدی. خب شما وقتی میخواید برین از یه مبدأ به یه مقصد کلا یه روش مسیریابی باید داشته باشین برای اینکه برین. مثلا میدونید که شما باید برین مثلا از قسمت غرب باید برین به شمال مثلا شرق، درسته؟ و یه خط سیری باید داشته باشین. حالا میرسین به هر مثلا میدانی، هر
چهارراهی اونجا با توجه به اینکه مسیر کلیتون کدوم سمت تصمیم میگیرین که از کدوم خروجیتون میدان برین و خارج بشین. دقیقا این همون مفهوم روتینگ و فورواردینگ رو ما میتونیم توی داشته باشیم. روتینگ یعنی مسیریابی کلی که میخواد انجام بشه توی شبکه. فورواردینگ یعنی اینکه توی هر روتری که هستیم وقتی یه بسته میرسه به یه پورتی و میخواد خروجیش مشخص کنه، توی اون پورت، توی اون روتر کدوم پورت رو ما انتخاب کنیم برای اینکه بسته رو ارسال بکنیم. خب طبیعی که فورواردینگ خودش واسه از روتینگ انجام میشه. مثل همون مثال شریکی گفتم، شما اون خروجی رو میرین تو هر میدانی که در نهایت برسین به اون مقصدتون. خب فرض کنید مثلا یه بسته‌ای میرسه به یه روتری، این بسته مثلا مقصدش هست 0 3 تا 1، آدرس مقصدش 0 3 تا 1. این روتر باید یه جدولی توی خودش داشته باشه، جدول فورواردینگی که بگه که به هر مقصدی که میخوای بری از کدوم پورت برو. مثلا بگیم که اگه میخوای مقصد 0 1 2 تا 0 بری، برو به پورت شماره 3. اگه 0 1 0 1 2، اگه 0 3 تا 1 2، اگه 1 2 0 1 1. حالا اینجا مثلا میگه 0 3 تا 1 که این 0 3 تا 1 برو به پورت 2. یعنی این جدول به ما میگه که این بسته‌ای که میخواد برسه به این مقصد باید بره به پورت شماره 2. خب این از روی اینو بهش میگیم فورواردینگ. حالا خود این جدول از روی چی به دست میاد؟ از روی الگوریتم مسیریابی که وجود داره توی شبکه و به صورت کلی کل شبکه رو میبینه. مثلا مثال میزنم، مثلا فرض کنید مثل الگوریتم دایجسترا که توی درسای مثلا درس طراحی الگوریتم اینا احتمالاً خونده باشین. الگوریتم کوتاه‌ترین مسیر، یعنی الگوریتم مسیریابی کلی باید وجود داشته باشه. این الگوریتم مسیریابی بیاد و جدول فورواردینگ رو توی هر روتر ایجاد بکنه. حالا ما بعدا می‌بینیم که اینجوری هم نیست که مثلا برای اینجا مثلا بیایم بگیم که دقیق برای همه مقصدها ما این شماره پورت رو بیایم مشخص کنیم، چون خیلی زیاده دیگه. مثلا تو اینترنت تعداد مقصدها خیلی زیاده، مثلا قابل انجام نیست. معمولا میگیم که مثلا اونایی که مثلا با این پریفیکس باشن، با این پیشوند باشن، مثلا توی دنیای واقعی هم به این صورت دیگه. شما میرسید به یه میدان، میگن مثلا شما فرض کنید به یه میدانی میرسید، میدان آزادی، میگن تمام کسایی که میخوان برن به سمت جنوب، حالا این جنوب ممکنه خودش 1000 تا مقصد باشه، از این مسیر برن. مثلا توی شبکه هم باز به این صورت عمل میشه که این رو هم ما توی بحث لایه شبکه انشاءالله کامل صحبت خواهیم کرد. خب این شکل این مفهوم روتینگ رو نشون میده که مثلا توی روتینگ ما از یه مبدأی میخوایم برسیم به یه مقصدی، یک مسیر کلی به این صورت مشخص میشه. این نیاز هست که توی این روتینگ که ما اطلاعات کاملی از این مثلا اینجا یک کشوره، الان مثلا آمریکاست، حالا ممکنه مثلا شبکه باشه، اطلاعات کاملی ما باید داشته باشیم. ببینید به این صورت این مسیریابی کلیمون میشه. حالا فورواردینگ این میشه که ما توی هر جایی که هستیم، مثلا فرض کنید هر شهری که هستیم، از کدوم خروجی بریم تا برسیم در نهایت برسیم به اون مقصد. که این فورواردینگ خب گفتیم از روی روتینگ به دست میاد به این صورت. خب بچه ما چون گفتیم شبکه‌های کامپیوتری از پکت سویچینگ استفاده میکنه، خوبه که یه سری از ویژگی‌هایی که توی این روش پکت سویچینگ هست رو ما بررسی کنیم. اولین ویژگی که وجود داره بهش میگیم ویژگی استور اند فوروارد، یعنی ذخیره کن و بعد فوروارد کن، ارسال کن. به چه صورته؟ ما فرض کنیم مثلا این شبکه رو در نظر بگیریم، فرض کنیم یه مبدأی داریم، یه هاستیه، یه روتر میانی داریم و یک مقصد. وقتی میخوایم بسته رو منتقل بکنیم، این بیتا باید بیتای این بسته ارسال بشن به این روتر. خب این روتر تا زمانی که تمام بیتای این بسته رو دریافت نکرده نمیتونه هیچ پردازشی بکنه. باید تمام بیتا دریافت بشه، تازه شروع میکنه پردازش کردن و بعد
میتونه فورواردش بکنه اون بسته رو. به این صورت نیست که مثلا فرض کنید یه تعداد از بیت ها بیاد همونا رو بتونه سریع ارسال بکنه. این ویژگی توی حالت پکیج سویچینگ بهش میگیم ویژگی استور اند فوروارد. توی سیرکت سویچینگ این ویژگی وجود نداره بچه‌ها. یعنی اینکه ما توی سیرکت سویچینگ انگار یه لوله‌ای از این سورس تا این دستینیشن کشیده شده، داده ها در قالب بیت ها، اصلا دیگه قالب پکت نیست، یعنی ما چیزی به پکت نداریم، به صورت بیت به بیت جریانی از بیت ها میان انگار قرار میگیرن تو این لوله و میرسن به مقصد. حالا اینجوری هستن که بیت ها همینجوری منتقل میشن میرسن مثلا به این نود میانی. نود میانی هم بدون اینکه مثلا بیاد و صبر بکنه تا کل بیت ها برسه و اینا کاری نداره، همینجوری بیت ها رو هم پشت سر هم که دریافت میکنه این بیت ها رو هم پشت سر هم باز ارسال میکنه برای گام بعدی، نود بعدی. خب این ویژگی رو پس ما بهش میگیم ویژگی استور اند فوروارد که توی پکت سویچینگ وجود داره. خب ما حالا من راجع به بحث تأخیرها کلا بکنم جلسه بعد کامل صحبت میکنم، ولی اینجا بخوایم ببینیم که از لحاظ زمانی بخوایم ببینیم که چقدر طول میکشه که این بسته بیتاش از این ور بیاد این ور. البته فقط یک نوع تأخیر به اسم تأخیر انتقال رو اگه در نظر بگیریم، تأخیر انتقال میگه که مدت زمانیه که طول میکشه که بیت های یک بسته روی این لینک قرار بگیرن. خب ما این لینک ما یه نرخ ارسالی داره، نرخ ارسال ترانسمیشن ریتش مثلا گفتیم r بیت پر سکند. ما جلسات اول صحبت کردیم که این نرخ ارسال بر اساس پهنای باند به دست میاد، یعنی حالا از یه سری فرمول ها با توجه به پهنای باند این نرخ ارسال به دست میاد حد اکثر مقدارش، ولی ممکنه موارد دیگه هم باشه. مثلا فرض کنیم که ما از چه تکنولوژی استفاده میکنیم، مثلا اون رسانه‌مون اصلا خودش چقدر نرخ ارسالش حد اکثر، همین که از چه تکنولوژی، مثلا ما از وای فای استفاده میکنیم، وای فایمون از کدوم استانداردش استفاده میکنیم و موارد دیگه ای، و یا بعضی وقتا حتی بحث هزینه هم هست. مثلا شما یه خطی میخرین، شما یه خب روی سیم مسی که آمده به منزل شما از طرف مخابرات یه خط تلفنی اول وجود داشته، بعدش شما اومدین و یه خط ADSL مثلا شما اومدین و میخواین استفاده بکنید. این خط ADSL یه زمانی ممکنه شما مثلا 2 مگ بخرید، زمانی 4 مگ بخرید، با توجه مقداری که هزینه میکنید این نرخ ارسالتون اینقدر. حالا ما فرض میکنیم این لینک نرخ ارسالش r بیت پر سکند، یعنی ما r بیت در ثانیه میتونیم روی این لینک منتقل کنیم، حالا چه از این سمت چه از این سمت. این یکی هم به همین صورت. خب روی این لینک وقتی r بیت پر سکند میتونیم منتقل بکنیم، پس اگه طول بسته l بیت باشه چقدر طول میشه که بسته از این سمت، یعنی از این سورس برسه به این روتر؟ l آرم ثانیه. چون ما میگیم در ثانیه r بیت منتقل میشه، حالا l بیت رو در چند ثانیه ما میتونیم منتقل کنیم. مثلا فرض کنید اگه l 10 کیلو بیت باشه، r هم 100 مگابیت پر سکند باشه، خب اون تأخیر انتقال ما، ترانسمیشن دیلی ما میشه 0.1 میلی سکند که حالا از تقسیم L بر R به دست میاد. L تقسیم بر R که من حالا راجع به این تأخیرها انشالله کامل صحبت میکنم که تأخیرها به چه صورته. توی پکیج سویچینگ ما یه مفهومی به اسم کیوینگ یا صف‌بندی داریم. ببینید همین شبکه‌ای که حالا اینجا یه شبکه داشتیم که از این سورس یه مقدار این روتر فقط به این سورس متصله. اگه فرض کنیم که روتر مثلا به 2 تا سورس متصل باشه A و B، خب هر کدوم هم نرخ ارسال لینکی که بینشون هست 100 مگابیت بر ثانیه باشه، خودش هم از طریق یه لینک 1.5 مگابیت پر سکندی واسه به یه روتر دیگه. خب ببینید طبیعیه که این 100 مگه این 1.5 مگه. حالا اگه این دو نود A و B بیان با حد اکثر نرخ ارسال داداشون رو بفرستن، یعنی این 100 مگابیت در ثانیه میفرسته، این هم 100 مگابیت، پس مجموعاً 200 مگابیت در ثانیه میرسه به این روتر. اگه همه بسته ها بخوان از این لینک خارج بشن، همه
این لینک 1.5 مگابیت پر سکند ظرفیتشه، یعنی میتونه در ثانیه 1.5 مگ بفرسته، ولی 200 مگ داره وارد این روتر میشه. پس طبیعتا صف ایجاد میشه، بسته ها توی صف قرار میگیرن. پس ما باید یه فضای بافری داشته باشیم که بسته ها توی این صف قرار بگیرن. این صف هم همه جا وجود داره دیگه. هر جایی که نرخ رسیدن درخواست‌های جدید بیشتر از نرخ سرویس باشه، هر جایی که این اتفاق بیفته صف ایجاد میشه. توی شبکه و توی روتر هم اتفاق زیاد میفته. چرا؟ چون معمولا خیلی پیش میاد که چند تا ما یه لینک خروجی داریم، از لینک های مختلف میخوایم به اون لینک خروجی ارسال کنیم. ممکنه که نرخ ورود بسته هم خیلی بیشتر از نرخ خروج از اون لینک باشه. این باعث صف بندی میشه. طبیعتا این صف، این بافر هم یه ظرفیتی داره دیگه. اگه این ظرفیت پر بشه توی روتر، بعدش اگه بسته جدید بیاد دیگه اون بسته باید دور ریخته بشه. اصلا میشه این پکت لاس رخ میده. مثل یه صفی میمونه که این صف مثلا فرض کنیم میگن این صف 100 نفر جا داره، نفرات جدیدی که میان دیگه نباید وارد صف شن. حالا ممکنه مثلا ما اولویت در نظر بگیریم، بگیم مثلا فرض کنید یه صف، فرض کنید مثلا یه جایی هست که تزریق واکسن میکنن، یه کاری میکنن. حالا مثلا اگه یکی اومد دیرم اومد ولی مثلا بیمار بود، اولویت سنش بالا بود، این میتونه بیاد تو صف، ولی یکی جای یکی باید قرار، یکی دیگه باید از صف خارج بشه. توی پکت سویچینگ هم ما این اولویت بندی رو ممکنه برای بسته ها قائل بشیم که بعضی وقتا ممکنه یه بسته وقتی حتی برسه اولویتش بالا باشه و صف پر باشه دیگه دور ریخته نشه، یه بسته دیگه دور ریخته بشه، اون بره جای اون قرار بگیره. که ما حالا این موضوع توی بحث تئوری صف بندی راجع به این موضوع خیلی زیاد صحبت میشه، صف‌های با اولویت. خب در برابر پکت سویچینگ بچه‌ها ما یه ساختاری داریم، یه روش سویچینگ دیگه داریم به اسم سیرکت سویچینگ. من با یه مثال تفاوت این دوتا رو خدمتتون میگم و بعد مفاهیمی که توی سیرکت سویچینگ وجود داره رو بررسی میکنم. ببینید سیرکت سویچینگ شبیه سیستم تلفن که ما استفاده میکنیم یا شبیه سیستم مخابراتی که وجود داره. یعنی اینکه ما مثلا شما تلفن ثابتتون یا گوشی همراهتون رو برمیدارین، یه شماری رو میگیرین، ارتباط یا برقرار میشه یا برقرار نمیشه، که بیشتر برقرار میشه. حالا اگه برقرار نشد که هیچ، مثلا ارتباط بوق اشغال زد یا اصلا خط نداشت یا هر اتفاقی افتاد، ولی اگه برقرار شد دیگه شما صحبتتون رو میکنین، این وسط شما چه ارتباط که برقراره، چه شما صحبت بکنین چه صحبت نکنین، اون خط برای شما رزرو شده است. شما میتونید استفاده کنید، میتونید استفاده نکنید. ممکنه شما مثلا گوشی رو بردارید بگین سلام خوب اینا، بعد مثلا یه 20 ثانیه حرف نزنید، بعد 20 ثانیه شروع کنید حرف زدن. بالاخره در اختیار شماست. یعنی این منبع برای شما رزرو شده است. انگار بین گوشی شما تا گوشی مقصد انگار یه مداری برقراره که این مدار فقط شما میتونید ازش استفاده کنید. پکت سویچینگ شبیه این نیست. پکت سویچینگ شبیه مثلا سیستم پسته که شما یه سری نامه مثلا میفرستید. این نامه رو وقتی میفرستین اصلا کاری ندارین که ظرفیت چجوریه، آیا از قبل مثلا برای این نامه شما ظرفیتی رزرو بشه نشه، اصلا کاری ندارین. شما نامه رو میفرستین، این سیستم پستی که وجود داره سعی میکنه حد اکثر تلاشش رو میکنه که نامه شما رو به گیرنده برسونه. حالا ممکنه مثلا نامه رو این وسط مثلا گم بشه، یا ممکنه میرسه به مقصد اصلا نباشه، خونه نباشه که نامه شما رو دریافت بکنه. بنابراین ممکنه هر مشکلی پیش بیاد، ولی بیشترین تلاشش رو میکنه و معمولا هم مشکلی پیش نمیاد. سیرکت سویچینگ مداری شبیه همون حالت استفاده از سیستم تلفن است. تو این حالت ما مثلا فرض کنید این نود و این نود رو که داریم، اینا انگار یک مداری وقتی میخوان ارتباط برقرار کنن، انگار یک مداری بینشون وجود داره. داده ها توی این مدار قرار میگیرن، اینجوری میاد تا میرسه به مقصد. طبیعی که این وسط باید یه سری منابع برای این جریان رزرو بشه.
منابع باید رزرو بشن. مثلا این روتر بگه من برای این جریان مثلا 100 کیلوبیت در ثانیه رزرو میکنم، این روتر هم بگه 100 کیلوبیت در ثانیه رزرو میکنم، این روتر هم همین رو بگه مثلا 100 کیلوبیت در ثانیه رزرو میکنم که ارتباط برقرار بشه. حالا چه این داده بفرسته چه نفرسته هیچ مشکلی پیش نمیاد، میتونه ازش استفاده کنه یا استفاده نکنه. بقیه دیگه نمیتونن از این استفاده بکنن، از این پهنای باندی که رزرو شده است بقیه نمیتونن استفاده بکنن. خب کجا استفاده میشه؟ معمولا تو شبکه‌های رادیویی، تلویزیونی، تلفن و غیره از این روش سیرکت سویچینگ استفاده میشه. تو شبکه مثلا شما رادیو هم میبینید دیگه، مثلا شما فرض کنید توی موج اف ام توی فرکانس‌های مختلفش مثلا میبینید کانال‌های مختلفی وجود داره. یه فرکانسی مثلا فرض کنید 88 مگاهرتز، مثلا فرض کنید شبکه رادیویی ورزش هست، این دیگه این منبع این پهنای باند براش رزرو شده. حالا چه بخواد داده ارسال کنه چه داده ارسال، ممکنه 2 ساعت هم در روز برنامه نداشته باشه ولی رزرو شده براش هست. حالا با یه شکل این رو می‌خوایم مشخص بکنیم. ببینید برای روش سیرکت سویچینگ دو روش معمول وجود داره، روش FDM و TDM. FDM یا Frequency Division Multiplexing به این معناست که ما بیایم اون لینکی که داریم، اون خطی که داریم، بیایم پهنای باند، بیایم فرکانس رو تقسیم بکنیم بین جریان‌های مختلف. مثلا این تو این شکل ببینید ما یه زمان داریم، این محور زمان، این هم فرکانسه. این بازه فرکانسی که داریم رو تقسیم کنیم بین جریان‌های مختلف. مثلا فرض کنید همون موج اف ام که از مثلا 88 مگاهرتز مثلا تا 106 مگاهرتز ما میایم بازار رو تقسیم میکنیم به اندازه‌ای که نیاز هر کانال هست بهش اختصاص میدیم. مثلا ممکنه 20 تا 30 تا 50 تا هر چقدر کانال باشه، مثلا شبکه ورزش، شبکه فرهنگ و شبکه‌های مختلفی که هستن. حالا اینجا ما تقسیم بر 4 میکنیم. خب به هر کسی که داده رو بدی، اون بازه فرکانس رو بدی، میتونه از تمام پهنای باند که در اختیارش قرار گرفته تو مدت زمانی که هست، تایمی که هست، میتونه استفاده کنه، ولی فقط از پهنای باند خودش. مثلا فرض کنید این یوزری که تعریف کردیم، این که با صورت رنگ آبی نشون داده شده، این از این بازه فرکانس میتونه استفاده بکنه. دقیقاً مثل همون چیزی که توی شبکه‌های رادیویی، تلویزیونی، ماهواره‌ای اینا استفاده میشه. یه حالت دیگهش تایم دیویژن مالتیپلکسینگ، یعنی ما بیایم به جای این که فرکانس رو تقسیم بکنیم زمان رو تقسیم بکنیم. به چه صورت؟ زمان رو بشکنیم به یه سری اسلات‌های کوچیک. خب بعد ببینیم مثلا ما میتونیم فرض کنید 10 تا یا حالا اینجا توی مثال ما 4 تا اسلات زمانی رو توی یه فریم، توی قابی بذاریم اینجا به این صورت که بگیم که ما 4 تا ارتباط همزمان میتونیم پوشش بدیم. توی این ارتباطات به این صورته که توی مثلا فرض کنید این اسلات ها هر کدوم 1 ثانیه هر کدوم. توی 1 ثانیه اول به آبی ارتباط آبی داده میشه، 1 ثانیه دوم کل پهنای باند، کل فرکانس ها، کل فرکانس به این ارتباط سبز داده میشه، بعد به ارتباط اسلات سوم به ارتباط زرد، اسلات چهارم به ارتباط حالا قرمز. حالا این کلا این 4 تا اسلات میشن یه فریم. این که تموم شد فریم بعدی شروع میشه دوباره از نو، اسلات اول این فریم به آبی، اسلات دوم به سبز، زرد، قرمز، دوباره همینجوری. زمانی یک کاربر جدید ما میتونیم بپذیریم که یکی از این 4 تا ارتباط داداشون تموم بشه و بخوان اصلا دیگه کلا داده ای نداشته باشن میتونیم اون زمانی که برایش در نظر گرفتیم رو بدیم به یک ارتباط دیگه. من یه مثال دیگه بزنم که یه خورده روشن‌تر بشه. ببینید فرض کنید شما توی یه کلاس هستین، توی این کلاس مثلا 10 تا دانشجو وجود داره و استاد هست. خب میخوایم همه صحبت بکنن، یا حالا مثلا میخوایم بگیم 5 نفر میتونن صحبت کنن، اینجوری بگیم بهتره. میخوایم 5 نفر صحبت کنن. خب یه روش اینه که من بیام بگم که این 5 نفر، من 5 نفر رو تعیین بکنم، مثلا به عنوان استاد بگم این 5 نفر یکی مثلا خیلی بلند حرف بزنه، یکی خیلی کوچیک خیلی ریز صحبت کنه، یکی مثلا متوسط با فرکانس‌های مختلف. خب ولی هم میتونن مدام صحبت بکنن. این همون FDMه. حالا برای ما انسان‌ها خیلی مفهوم نداره چون نمیتونیم تشخیص بدیم، ولی
تو دنیای شبکه‌هایی که وجود داره مثل شبکه‌های رادیویی و ماهواره این خیلی چیز متداولیه، چون میشه راحت فرکانس‌ها رو از همدیگه جدا کرد. ما انسان‌ها به اون راحتی نمیتونیم. حالت TDM زمانیه که ما میگیم این 5 نفری که هستن، 5 نفر من انتخاب بکنم بگم این 5 نفر شروع کنن صحبت کردن، مثلا در حد دقیقه بگیم، مثلا فرض کنیم دقیقه اول این دانشجو شماره 1، دقیقه دوم دانشجو شماره 2، دقیقه سوم، چهارم، پنجم، دوباره دقیقه این الان یه فریم تموم شد، دوباره دقیقه بعدی که شروع میشه یا همون استارت بعدی، دوباره دانشجوی اول، دانشجوی دوم، همینجوری الی آخر. حالا هر زمانی که صحبتای مثلا دانشجوی اول تموم شد بگیم خب الان دانشجوی دوم، سوم و چهارم و پنجم دارن صحبت میکنن، یکی جا داریم اگه از بین بقیه دانشجوها کسی بخواد صحبت کنه اونم میتونه. پس زمانی کس جدیدی میتونیم بپذیریم که یکی از ارتباطات دادش تموم بشه، به این میگیم TDM. خب من اگه بخوام یه جنبندی تو این جلسه داشته باشم، ما اومدیم و کور شبکه، هسته شبکه رو آغاز کردیم بحثش رو و گفتیم که هسته شبکه از تعداد زیادی روتر تشکیل شده که ستون و فقرات شبکه رو تشکیل میدن و ارتباطات کلی بین تمام این سیستم ها و اون اکسس نتورک ها رو برقرار میکنن و گفتیم تو این کور شبکه ما مفهومی به اسم، ما از دو روش، دو حالت میتونیم استفاده کنیم، یا پکت سویچینگ استفاده کنیم یا سیرکت سویچینگ، که توی شبکه‌های کامپیوتری از پکت سویچینگ استفاده میشه و توی سایر شبکه‌ها مثلا شبکه‌های رادیویی، تلویزیونی، ماهواره‌ای، شبکه تلفن، اینا از سیرکت سویچینگ استفاده میشه. دلیلش هم اینه که توی شبکه‌های کامپیوتری وقتی از پکت سویچینگ استفاده میکنیم ما میتونیم تعداد خیلی بیشتری ارتباط رو پشتیبانی بکنیم، تعداد زیادتری ارتباط داشته باشیم. ما می‌بینیم اینترنت ارتباطات خیلی زیادی توش برقراره، پس ما تا اونجایی که میتونیم باید ارتباطات زیادی استفاده کنیم و اینجوری از منابعی که تو شبکه هم هست بیشتر استفاده میشه، بهینه‌تر استفاده میشه. تا حالت سیرکت سویچینگ، تو سیرکت سویچینگ ما یه منبع رو ممکنه به یه ارتباط بدیم ولی ازش استفاده نکنه، تو اون حین هم نمیتونیم به ارتباط دیگه ای اون منبع رو بدیم. و بعد در کل پکت سویچینگ برای ساختار نوع ترافیکی که توی اینترنت و شبکه‌های کامپیوتری هست مناسب تره. و ما دو روش سیرکت سویچینگ هم به اسم FDM و TDM رو صحبت کردیم که ما دیگه بیشتر از این راجع به سیرکت سویچینگ صحبت نمی کنیم چون بیشتر بحث میره سمت پکت سویچینگ. البته توی شبکه‌های کامپیوتری و توی اینترنت جدیداً تلاش‌های خیلی زیادی شده که بیایم از مزیت‌های سیرکت سویچینگ توی پکت سویچینگی که وجود داره استفاده کنیم، یعنی هم پکت سویچینگ رو داشته باشیم و هم سیرکت سویچینگ. ولی فعلا چون ما برای مقدمات داریم صحبت می‌کنیم راجع به اون موضوعات صحبتی نداریم، بحثمون رو بر اساس پکت سویچینگ قرار میدیم. توی پکت سویچینگ ما چند تا مفهوم داریم. یکی بحث استوران فوروارده که گفتیم همه یک روتر باید همه بیتای یک بسته رو دریافت کنه و بعد بتونه فورواردش بکنه. بحث صف بندی رو داشتیم که ممکنه توی روترها صف ایجاد بشه و ممکنه پکت لاس هم رخ بده، یعنی ممکنه بسته‌هایی از برسن به روتر و جا نباشه و دور ریخته بشن. انشاءالله جلسه بعد ادامه بحث رو داریم. موفق و مؤید باشید.